از 14 تا 16 اکتبر در شهر یریوان کشور ارمنستان چمپیونات جهان اوید به سامبو بین نورسون برگزار می شود که در روز اول مسابقه ورزشکاران میهن به رقابت پرداختند. قید کردن به مورد است که در این مسابقه ورزشکاران 23 کشور جهان شرکت می کنند و در قطار این 23 کشور ورزشکاران تاجیک زیدالله سفرعلی، بوبوجان قادیروف، عمر نازیموف، محمد امین لایقوف و امینجان عبدالفیاض کشور ما را معرفی کار می باشند. سراول از کشور ما برای گلیم زیدالله سفرعلی برآمد که رقیب او میزبان مسابقه ویکتور بالوان بود. زیدالله از همان دقایق اول از ضعیفی خود درک داد و رقیب امتیازها را یک پای هم به دست می آورد و رقابت این دو سمبوشی با حساب 6-0 به سود ویکتوری ارمنیجان بست گردید. بعدا در وزن زیر 53 کیلوگرم بوبوجان قادیروف با نماینده گرجستان نانی تشویلی دست به گریبان شده هیچ کدام از ورزشکاران امتیازی به دست نآوردند و تقدیر رقابت را آگاهی معین نمود که آخران آگاهی را ورزشکاری تاجیک گرفته بود. همینطور ورزشکاری گرجستانی به دور دیگر را یافت و بوبوجان قادیروف راه خود را در چمپیونات جهان به انجام رسانید. در وزن تا 58 کیلوگرم از تاجیکستان عمر نازیموف برآمد کرد. در دور نخست او با ورزشکاری کشور گرجستان گاگا گورگاز قوه‌آزمایی نموده مواجه شکست شد. ورزشکار ما با حساب 5-0 دچار شکست گردید. سمبوچی دیگری تاجیک محمد امین لایقوف در وزن تا 64 کیلوگرم در مرحله یک 16 نهایی با حریف مغولستانی خود وارد گلیم شد. محمد امین به نرمبد تیموجین یگان امکانات نداده با حساب بزرگ 9-0 غلبه به دست آورده به دور دیگر را یافت. در دور دوم ورزشکاری تاجیک را نماینده قزاقستان اسکر توکمخانبید انتظار بود. رقابت این دو سمبوشی خیلی شدید صورت گرفت و با نتیجه 4-1 به سود ورزشکاری قزاق ختم شد. نوابسته از این باخت مذکور محمد امین به رقابت تسلّی‌بخش را یافته از حد ورزشکاری مولدووا گذشت و امکان پیدا کرد تا نشانی برنجی چمپیونات جهان میان نورسان را به دست آورد. برای مدال برنجی محمد امین ما را میبایست که ورزشکاری قوی روس ولادیسلاو کوزنتسوف را شکست بدهد. همینطور هم شد. ورزشکاری با مهارت ما با حساب مینیمالی 2-0 از صد این حریف سرسختش گذشته نشانی برنجی را به دست آورد. همینطور ورزشکاری آخرانی ما در روز اول رقابت‌ها امینجان عبدالفیاض در کاتگوری وزن تا 71 کیلوگرم با نماینده فدراسیون روسیه اتمیر سابلیروف کشتن گرفت. ابتدا رقابت مذکور برابر بود و هر دو ورزشکار با یک آگاهی رقابت را ادامه میدادند. ورزشکار روس در آخرهای نیروسنجی توانست یک امتیاز کار کند و همینطور برداری را تا آخر نگاه داشته پیروزی به دست آورد. از سبب آنکه امینجان در دور نخست آزاد بود او بعد این شکست به رقابت‌های تسلّی‌بخش را خط گرفت. ابتدا در دور تسلّی‌بخش میزبان را با نتیجه 8-0 سرافکنده نمود و به رقابت برای نشان برنجی را پیش گرفت. امینجان ما در رقابت برای نشان برنجی زایا سویالیردن مغول را شکست داد. امینجان عبدالفیاض با حساب 4-0 پیروزی کامل را به دست آورد و برنده مدال برنجی چمپیونات جهان میان نورسان شد.